الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم برادران عزیز و هموطنان محترم. در این روز بخشش گناهان، همچنان که معلم دین من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید من الجمعه الی الجمعه مکفرات، از این جمعه تا جمعه میامدگی بخشش گناهان است. یعنی مؤمن طهارت میکند، انتظار نماز جمعه میشود، میان این دو جمعه و روز جمعه برای اون بخشش گناهان هست. دعا میکنیم که الله تعالی در این روز بخشش گناهان با کریمی و رحیمی و مهربانیش همه گناهان من و شما را ببخشد، بیامرزد. پدران و بابایان گذشتگان من و شما را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند و برادرانی که در مهاجرت مهنتی هستند از تمام زیان و ضرر و با حفظشان کند. پروردگار را با تن سالم و غانم با وطن برگردان و پروردگار را تاجیکستان عزیز ما را امنیت و صلح و ثباتش را همیشگی بگرداند و طاعت و عبادت های ما و شما را بپذیرد. همیشه که حفظ الله به خطر به ضرر به آلایش است من شما را نگاه بدارد. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك یا ارحم الراحمین. برادران عزیز، حسب موضوع نوبتی در این روز جمعه، آموختن علم اساس دین مبین اسلام، این نام موضوع من و شما هست. یعنی چون که در پیش ما ابتدای سال تحصیلی داریم، موضوع را با مسائل مبرم روز اختیار کردن که ما درباره علم، معرفت، درباره دانش، درباره نور در چراغ زندگی که علم است صحبت داشته باشیم. و در داخل این موضوع چند صحبت من و شما باز میکنیم و برادرانی که از دیدگاه دین مبین اسلام از عقیده و سیرت و رویه هر سوال مشکلات دارن میتونن که در پرچه ها بنویسن و با ما با استاد محترم که جمعه بعدی باز در منبر میشوند روان کنن. در پاسخ ما با شما هستیم. بنابراین برادران عزیز، بسا علم در دیدگاه قرآن، در دیدگاه سنت مقام بلند دارد که آیه های اولی، یعنی اتصالی روانه اولیه که از جانب الله تعالی به جانب معلم دین من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صورت میگیرد، با عنوان بخوان هست، بیامرز، دانش بجو، اقرا باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام آن پروردگاری که تو را خلق کرد ای محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی ابتدای این نور، ابتدای نزول قرآنی، ابتدای وحی الهی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر همین آموختن و دانش و خواندن شروع شد. بنابراین توجه زیاد در این باره هست. بعضی علما در تفسیر این آیت ها نوشتند که مراد از بخوان یا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابرند آنانی که عالمند، دانشمندند و آنانی که نمیدانند؟ اینجا حل به معنای استفهام نیست، به معنای استخبار است. یعنی الله میگه اینا برابر نیستند. کسانی که علم دارند، چه علم دینی چه علم دنیوی. ببین در یک کوچه، در یک محله یک طبیب است، یک دکتر هست، همه با اون رو میارن. دولین کسی را میبیند، تسبیح کسی را میبیند، کپیلی کسی را میگذراند، سوزنداروی کسی را میماند. علم در خانه اون طبیب نور در زندگی اون هست. یا معلمه. امروز وقتی زمان علم تکنولوژی، زمان معرفت و علم شد، همه برادران در زمان کانیکول، همون پسرها که 3 ماه کانیکول میشوند،
باز عالمی را پیدا میکند که برای اینها زبان بیاموزد، برای اینها علم بیاموزد، حساب و کتاب و شیمیا و فیزیک دیگر فنها را بیاموزد. و در جاده زندگی انسان همه علم ها نوره. یعنی قرآن وقتی که میگوید آنان عالمند و آنان عالم نیستند اینا برابر نیستند، این به معنای این نیست که فقط علوم دینی را در نظر دارد. بعضی آیات ها هستند که خصوص عالم دینی را بیان میکنند. والذین اوتوا العلم درجات، در یک جای دیگه قرآن میگوید که همه مؤمنین درجه دارند، نه که آنان عالمان درجه های زیاد دارند. بنابراین در احادیث زیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام ثابت است که گفتند شیطان از عالم میترسد. عالمی که با علمش عمل میکند، معرفت خداشناسی دارد، انسان شناسی خودش را میداند، بندگی خودش را میداند و علم را وسیله معرفت خدا در میان مردم میداند، نه برای جایگاه و شهرت، نه برای جمع کردن دنیا، از اون عالم در روایت میاد که شیطان هم میترسد. بعضی آیات ها خصوصیت علمای دین را بیان میکنند، چون که در میان جمعیت، در میان انسان ها، علمای دین سهم زیادی را در معاشرت انسانی دارند. 80% دین مبین اسلام درباره معاشرت انسان هست. چگونه زندگی کردن، چگونه معامله کردن، چگونه تجارت کردن، عقد و پیمانی که انسان ها میبندند. بزرگترین عقدی که انسان میبندد این عقد نکاح است که بعضی ها امروز این را نادیده میگیرند. اون اعتباری که نکاح داشت، اون اعتباری که طلاق داشت، اون عظمتی که داشت، امروز چندان اون عظمت دیده نمیشود. همچنانه که در یک قشلاق، در یک محله اگر در 10 ساله ها یک خانه ویران میشد شاید، اما امروز در یک حدیث شاید 4-5 عائله باشند که دست بر این ویرانی ها و طلاق و دیگر چیز دست زدن. همه همین علم است، همه همین معرفت است که انسان بیاموزد خودش چی مقام دارد، زن مادر در جاده زندگی چی مقام دارد، تربیه فرزند را چگونه باید بکند. بسیار انسان های هستند که در خانه به یک گونه عمل میکنند که پدیده بدی برای فرزندان اون خانه دارد. با یک برادر صحبت میکردیم، گفت که وقت اخلاق که پسران و دختران رو من از دست دادم که زمان بیکاری من در خانه تا ساعت 11 میخوابیدم، کی درس میرود، کی از درس بر میگردد، کی چی بها دارد، کی چگونه سر صدا میکنه در این خانه. پدر خانه، امیر خانه تا ساعت 10-11 در خواب است. آنانی که فعالن، اون خیری که صبح صادق تقسیم میشوند اون را لبیک میگویند، اون خانه ها فرق میکنند از لحاظ اخلاق، از لحاظ معنویات، از لحاظ خودشناسی، از لحاظ آموختن علم و فن، اونها فرق میکنند. قرآن میگوید که شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. میگوید که بر کلمه توحید، بر لا اله الا الله، میگه ما شاهدیم، الله شاهد است، ملائکه ها شاهدند و علما شاهدند، دانشمندان شاهدند که من پروردگار یکتایم. قرآن مثال میزند که این نظام برقراری جهان به این خاطر هست که من یکتا هستم. اگر ما 2 تا میشیدیم زمین و آسمان فساد میشد. این آیت را علما خصوص یعنی اختصاص دادن بر این که در این آیت خدا اشاره میکند فقط به علمای دین. بس میراث بزرگ برای علمای دین هست، یعنی اینها وارثان انبیا علیه السلام در زمین هستند. بعد از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دیگر پیامبری نمی آید و علما میراث بران انبیا علیه السلام هستند.
اونا مال و درهم و دینار میراث نگذاشتن، علم را میراث گذاشتن. بنابراین شما در زندگی عملی خود میبینید که هر عالم با علم خودش عمل میکند، علم را به خاطر بلند برداشتن سویه دانش مردم، معرفت معنوی مردم استفاده میکند، بسا عزت در جامعه خود دارد، بسا احترام دارد. بنابراین برادران عزیز، موضوع امروزه ما به فراگیری و آموختن و آموزش علم و دانش هست. هر چیز انسان را میتواند گمراه کند، نفس انسان، مال انسان، مقام و وظیفه و منزلت انسان، اما علم و دانش انسان را گمراه نمیکند. علم و دانش همیشه اون را بردبار میکند، حلیم میکند، صبور میکند، معامله خوب دارد و انسان. شما ببینید در خود معرکه ها در زندگی عملی من و شما در یک معرکه میره، یک انسانی نشستگی است با یک معرفتی خوب، من فلانی فلانی هستم، یعنی پیش از این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را اون عمل میکند، ولی اون که علم دینی ندارد، علم دنیوی دارد، اما رفتار و کردار همه سنتی هستند. برای اینکه هر علم در زندگی نور است، روشنی است، کامیابی است، هیچ کس خار نیست. بنابراین بسیاری امونهایی که ما در حالت نزع جان اونها شرکت کردیم، پدران و مادرانی که بدن مردم ما، و این کار خوب است، اهل علم را فریاد میکنن که پدر دیگر وزمین شدن، مادر دیگر وزمین شدن، شما بیایید یاسین دعای برای پدر و مادر ما داشته باشید. وقتی که ما در اونجا شرکت میکنیم، وصیت اونها هم همین است. پدری که وصیت میکند برای دیگر پسرانش میگوید که مثلا زید و عمر، میگه من پروا اینا ندارم، اینا علم دارن، دانش دارن، وظیفه دارن، اما میگه برادر فلانیتان معلومات ندارد، دیپلم ندارد، دانش ندارد، همین را نگاه کنید بعد سری من. این وصیت ها هم همین است که اون پدر و مادری که پسرش معلومات عالی ندارد، علم و فن نمیداند، برای اون در حالت جان دادن پریشان است که زندگی خودش را چگونه میبرد. برای بسا مقام بلند علم در جاده زندگی انسان دارد، انسان را صاحب سخن میکند، صاحب معرفت میکند، صاحب جایگاه میکند، اخلاق و حیای همسر اون و دختران و پسران اون فرق میکند. برادران عزیز، من و شما باید توصیه خوب برای نسل جوان داشته باشیم، اما چند توصیه از جانب شورای علمای جمهوری تاجیکستان من بنده همچون نماینده از مرکز اسلامی برای شما میرسانم. خدا کند که الله تعالی فهم خوب برای من و شما عطا کند. امروز نسل جوان من و شما داریم، در حقیقت علم و معرفتی که اشاره شده از با مردم و ملت فارسی ما، این از معلم دین من و شما صلی الله علیه و سلم است. ما دو نمود قرآن داریم، قرآن مطلوع داریم، قرآنی که تلاوت می شود، عبادت است هر یک حرفش، اون وحی است. حدیث های پیغمبر هم وحی هستند، نه که غیر مطلوع، قرآن نیستن اونها، اما اونها هم وحی هست. وحی تلاوت شده که خود قرآن است که 114 سوره داریم، 86 مکی، 28 مدنی، 114 سوره. اما ما وحی غیر مطلوع حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعض ملت ها را نام گرفتن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ساکت شدن، چیزی نگفتن. بعضی ها را نام گرفتن، گفت که بعد وفات من از اینها فتنه بیاید، یخرج منهم فتنه، از اینها گفت فتنه می آید، مثل نجد و دیگر جاها. اما وقتی صحبت از ملت فارس شد، گو اگر دین در ثریا باشد، ابناء من الفارس، رجال من الفارس، این را چیکار میکنن؟ علم را میارن، معرفت را میارن، دانش را میارن. بنابراین 6 کتاب صحاح سته داریم، از صحیح البخاری تا ابن ماجه، یکی از اینها عرب نیست.
همین بابایان من و شما، علمای دین من و شما، اینها صحیح و ضعیف را جدا کرده نویسته، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنهایش را جمع کرده، با تمام جهانیان تقدیم کرده. این نمونه از همون گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و خود امام اعظم رحمت الله علیه که از مردم فارس است، از مردم تاجیک من و شما است از لحاظ نسب. بنابراین برادران عزیز، وصیت ما چی است؟ بعضی وقت در میان جوانان میگردی، بعضی وقت در میان اینها صحبت میکنی، ما همیشه در این لباس نیستیم. بعضی وقت همون لباس معمولی کوچه و همون راه خدمات رو میپوشیم، با یک تاکسی هم صحبت میشوی، با یک جماعت جوانان میشینی. اینو وقتی صحبت میکنن علم و دانش معرفت دینی، عقیده سالم مسلمانی و اسلامی ندارن. اینا با اینها وقتی صحبت میکنی، اینا خودشان قاضیان، خودشان میزانن، خودشان صراطن، خودشان جلادن. اینا گردن رو میزنن. اینا اگر قدرت پیدا بکنن حکم بر کفر میکنن و قدرت پیدا کنن نیست میکنن. اینا را کی آموخته است این علم را؟ کجای اسلامی خیلی علم دارد؟ حاضی اگر یک مسلمان را، یک زن را، یک ماما و بیبی و مادر پیرسال من شما را، همین که توحید میگوین، عقیده میگوین، یک زن تاجیک را یک جا بشنان درباره توحید بپرس، همه سخنا را میگوین. آیا من شما را همین مادرها نآموختن؟ اول بنده کی؟ بنده خدا، امت کی؟ محمد مصطفی. کتاب چی از قرآن، دین چی از اسلام، امینا را مادرها آموختن. پیش از اینکه پیش یک داملا برای یک دانشگاه برای در خانه مادرها میآموختن، پدرها میآموختن. امروز دین، عقیده، رویه مذهب حنفی در نزد بعض جوانان من و شما شیده است بدعتی، شیده است شرک داشته، شیده است خرافاتی. وصیت ما چی است؟ خودتون بیاموزید علم را، خودتون ببینید آیا دیدگاه اینا درست است. کدام از ملت ما هر کجای سفر کرد آمد، سخنش همی بود که در اخلاص، در دین، در مذهب، در تقوا مثل مردم تاجیک ما مسلمان کمی در کم از در دیگر دولت ها. با این اخلاص، با این اعتبار دینی، برادران ما نان را قد قرآن احترام میکنند. نعمتی از نعمتهای خدا است. حالا که یکی از اینها را بپرسی، اینا میگن که میزان کجا هست؟ میزان، ترازو، صراط کجا هست؟ میگه اینا در قیامتند، اینا در روز محشر هستند. این عقیده هر یک مسلمان باشد که باید بداند که مثلا خدا یکتا است، پیامبران همش بر حق هستند، کتاب ها هستند، میزان حق است، صراط حق است، جنت حق است، جهنم حق است. این عقیده هر یک مسلمان باید باشد. اما الله تعالی دنیا گذاشتگی است. همون فرعونی که بود، بزرگترین کافر زمان حضرت موسی علیه السلام، انا ربکم الاعلی میگفت، منم خدای بزرگ بالا. اما خدا او را نه فلج کرد، نه کور، نه نابینا. برای چی؟ چون که این عالم میزان و صراط ندارد. جایی که انسان ها سزا و جزا میگیرند دیگر عالم است. ولی یک برادر قدیمی شینی میگه چرا داملا درباره اسرائیل صحبت نمیکنید، درباره فلسطین صحبت نمیکنید؟ ما اینا را در کنفرانس های یردن یا در اونجا رفتیم صحبت کردیم. فلسطین این میراث مسلمانان جهان است. اما اگر بگن که تاجیکستان بیاد او را آزاد کنند، ما را بتن، ما این قدرت نداریم. این دولت های ابرقدرتی که در عالم هستند همه خاموشند. اما درباره ایمان و اسلام، علم و دانش، ما جایگاه های همه زمین ها را میدونیم. از زمانی که سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، از این آیه نازل شد که پیامبر خدا را از خانه کعبه بیت المقدس بردند. از اون زمان اون بیت المقدس صار میراثا للمسلمین، این میراث مسلمانان جهان است. ما دعا میکنیم، اما کسی را ظلم میکنند.
باز یک انسان میبیند میگه ببین کودکا را زدن، فلان را زدن، بلنیسه را زدن. اینقدر ما غمگینیم. از 100 صفت رحمت الهی یک رحمت در زمین است برای انسان و حیوان همه. ما اینقدر دلسوزیم. آیا الله تعالی ارحم الراحمین است؟ 99 صفت رحمت با خودش است. آیا الله تعالی قدرت ندارد بگیرد ظالمه با پیش بخواباند؟ اما اینجا امتحان رفته است. ما با بصیرت، با علم، با دانش قضاوت میکنیم. قرآن میگوید که لا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. آیا میگه شما گمان میکنید که الله تعالی غافل است از آنچه که ظالما میکنند؟ نه، انما نؤخرهم، ما اینا را باقی گذاشتیم برای روزی که چشمهای شما پاره میشن. میزان در اینجا نیست، صراط در اینجا نیست، حساب و کتاب در روز قیامت است و مالک این زمین اونها را قضاوت میکنه، نه اینکه من و شما. امروز در امریکا یک ناخلف جهاد اعلان میکنه، این جوانای تاجیکی ما رهکیه، نه علم، نه معرفت، نه عقیده، نه دانش. 1200 سال شد ملت تاجیک یکتا پرستی و پیروی مذهب امام ابو حنیفه را میکنه. چی کم بودی در دین و عقیده مذهبی ما است؟ اما قدرت و توان امروز همین است. برادران، من از این بالاتر با شما صحبت کنم. اگر امروز دیگر زمانه هست. انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین برادران. همین آیت در جای نزولش عمل نمیکنه. در عربستان سعودی عمل نمیکنه. وزیر تاجیک اگر ویزاش بود شود میبرن در چند بنگالی و افغان این رو زندانی میکنه، طهارت نمیکنه، بو میگیرد، بازی نمیکنه، نماز نمیخواد در اونجا. پس انما المؤمنون اخوه کجا شد؟ مؤمنین برادر یکدیگر کجا شد؟ پس امروز انما المؤمنون اخوه در جای نزول خودش عمل نمیکند. پس در همون خاک، در همون وطن، در همون ملتی که پارچه زمین دارد و مسلمانی دارد، انموج عمل میکنه. تو مسلمانی، تو مؤمنی، تو مذهبی، تو وطن به نام تاجیکستان عزیز داری، اینجا در تو عزیزی، اینجا در تو آزادی، اینجا در تو عزت داری، اینجا در مسجد باز است، اینجا هزارها قرآن گذاشتگی است، تو بیا بخوان. بنابراین امروز نسل جوانی ما باید علم و معرفت داشته باشد، عقیده صحیح سالم دینی داشته باشد. یک جوان ناخوانده امروز می نویسد که نمیدونم رئیس شورای علما، مرکز اسلامی، علمای دین در باره فلان دولت چرا صحبت نمیکنه؟ در کنفرانس های بلند رفتیم ما صحبت کرده. این عقیده هر اسلام و مسلمین است. اما تمام جهان بگم ما دست شستیم تاجیکستان بیاد این را آزاد بکند، ما قدرت نداریم. برای همین برادران عزیز، اسلام همش علم است، معرفت است، دانش است، نور است، هدایت است، بخشش است. دین خون نیست، دین فتنه نیست، دین کشتار نیست، دین تحقیر، دین رنجوردن نیست. بسیاری از ما آنچه که ما در مدارس دینی تعلیم گرفتیم همین است که مؤمن کی هست؟ مسلمان. مردم از دست، از زبان، از وجود اون در آسیب نیستند، در ضرر نیستند، نمی رنجانند، نمی آزارند. خود مسلمانی، خود اسلامی که بیا، هیچ آمدگی نیست که یک قشلاق، یک ناحیه و یک شهر اسلامی کنی، اما آمدگی هست که خودت مسلمان باشی، خودت اخلاق نیک و صالح داشته باشی. و این اسلام به صاحب نیست که یک زید عمر بکر یک کمیتر یا بنویسد دیگه علما پریشان شود. اینا رو هر روز ما میبینیم. ما پریشان نیستیم برای اینا. اون انسانی که او میگه دیونه را حالا کشته، میگه خیلی یک چیزی مثلا این علما با این مثال ها فریب نمیخورن. بسیاری هستن ما را زنگ میزنن یکم مسئله دا میگم ما معما و چیستان نمیدونیم، ما یکم چیزی از دین میدونیم،
این چیزا رو نمیدونه. برای همون از دوی علمای خودتان باید برید، از دوی دانشمندان خودتان باید برید. چگونه دین نازل شد، چگونه معلم دین صلی الله علیه وسلم تعلیم داد، با همون باید رفت. ما ملتی نیستیم ما را بفریبند و هر جوانی از ما فریبیده شید با همین اخلاص، با همین راه دینیش فریبیده شید. ببینید بارها گفتیم میآیند یک نام اسلامی میمانند ما و شما را میفریبند، چون که ما مسلمانیم. حزب نهضت اسلام، اسلام خط بزنی زن طلاق میشه. چه دروغ بستن در دین مبین اسلام. آیا قرآن 28 سوره که در مدینه، 86 سوره که در مکه با 500 آیت احکام دینی توصیه بر بنیاد حزب دارد؟ اسلام دانشمندان را بپرسند، جهان اسلام را جمع کنند. قرآن دو تا حزب بیان کرده است، حزب خدا و حزب شیطان. حزب گرایی در اسلام حرام است. علمای دین کتاب نوشتند، مقاله ها، دیپلم دکتری و ماجستری خودشان ازش کردن و دست آوردن، حاصل کردن که التحزب فی الاسلام حرام. حزب گرایی در اسلام حرام است. بنیاد و تأسیس حزب در قرآن نیست و این از دیدگاه دین مبین اسلام حرام است. و اونهایی که این فتوا را صادر کردن بر ملت ما و اونهایی که گفتن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، در جای دیگه هم الغالبون، اینا حزب خدا، نه حزب خدا دست بالا هست و از همین آیت گفته حزب نهضت اسلام گرفتگی است. این تفسیر و تعویل فاسده در دین مبین اسلام است که ممکن نیست جواب شد در قیامت. میگن اینا حرام است این گونه تعویل کردن برای منفعت شخصی خودن، برای گروه بازی کردن، برای چند حزم و مال و متاع دنیا. اینا جوابش میگن اولئک حزب الله، اینا حزب خدا. من قال لا اله الا الله، کسی لا اله الا الله گفت، کسی اعتراف به آفریدگار زمین و آسمان کرد، اون هست حزب الله. اینا تفسیر پیامبر، تفسیر صحابه، تفسیر بزرگان گذشته ما است. هیچ کس این را با این تفسیر نکرده است، چون که حزب بنیاد کردن در اسلام حرام است. و اونه که خون میریزاند، فتنه میکند، بر راه بد انسان ها را میبرد، اون حزب شیطان است. حزب خدا داریم که این منفعت دارد، بی ضرر هست، بخشش دارد، غیبت و تحقیر و حسد و بغض و کبر و کینه و عداوت ندارد. این در حزب خدا است و یکتا پرست است. این چیزها را باید ما بآموزیم. امروز در تاجیکستان بسیاری از علمای دین، بسیاری کادرها، بسیار دانشمندان خوب داره. ببینید دیروز در سال ابتدای تحصیلی مثلا علم دانش، بهترین دانشگاه اسلامی در قبطی کلانترین مسجدی در آسیا یعنی بنیاد کرده شد به نام دانشگاه اسلامی امام ابو حنیفه. قرآن با زبان تاجیکی دو بار چاپ و تقسیم در اداره و در چیزا رایگان از جانب پیشوای ملت تقسیم کرده شد که خودی مردم بخوانند که چی چیزها هست در قرآن. در قرآن جنگ نیست، تحقیر نیست، غیبت نیست، پول گرفتن و ظلم کردن نیست، کروپسیا حرام است در قرآن، رشوت حرام است، ریبا حرام است، زنا، عفت و حیای زنها را بردن حرام است، شراب خوردن و به عقل و به تمیز شدن حرام است. همه دین معاشرت است. دست جمعانه همون وحدت ملیه که من شما در بارش صحبت میکنیم، همون دین مبین اسلام توصیه بر همین میکنه. واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه با رسمان خدا چنگ بزنید. علم و دانش، معرفت آموختن این چیزی دیگر است. شما ببینید یک انسان میآید میگه دوملا من انسان بدی بودم در زندگی، شاید پدر و مادر خود را خفه کردم، شاید معلم خود را خفه کردم، شاید حرام خوردم در زندگی، شاید به دوست و رفیق که خود خیانت کردم. میگه لیکن من توبه کردم. این جوانی که امروز پشیمان شده است توبه کرده است،
توبه کرده است، نیکی توبه ای که دوباره میشکنه، توبه ضعیفی که در پرتو علم و دانش نیست. برای چی؟ برای که از دیدگاه تعلیم علمای دین دروازه توبه بسا دروازه مشکل و بسا دروازه دراز و بسا دروازه محکم هست که تو بعد از اون دروازه دیگر انسانی هستی که منفیت در جامعه میرسد، انسانی هستی که در رضامندی در پرتو مسلمانی و مؤمنیت زندگی میکنی. پس علما گفتن تا اون دروازه 4 منزلت دیگر است، منازل هست. این منزله ها را ترک کند، این منزله ها را طی کند، بآموزد، بعدا توبه کند. این جوانی ما دیگر بر نمیگردد، این خواهر اسلامی ما دیگر بر نمیگردد، این دیگر گناه نمیکند. هرچی اگر این درست نماند، هرچی اگر برای این تهدید کند، گناه و معصیت نمیکند.